هلو عکس دوست داشتنی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. اومدیم پر انرژی و مشتی بریم سراغ یه بازی جدید به اسم بک فور بلاد، یه بازی تو ژانر زامبی که حالا تعریفاش شنیدم یه سری دوست دارن، اشتباه گفتم، یه سری دوست دارن یه سری دوست ندارن، ولی خب به نظرم میتونه بازی جالب و باحالی باشه دیگه. بدون معطلی و حرف اضافه، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید، فالو رو حتما، یعنی دنبال کردن و فالو سابسکرایب هر چی میگین حتما همونم بزنین، زنگوله رو بزنین، ویدیو بعدی منو از دست ندین. بریم با همین انرژی توپ و مشتی سراغ ویدیو. خب بچه ها، همینطور که میبینیم اینجا داریم بازی و تریلر بازی. به نظرم نگاش کنیم چون تا حالا بازی نکردم. چطور تریلرش؟ فکر می‌کنم بازی خفنی باشه. تو انیمیشناش که اکشنای باحال و خفنی داره. مامانشونه. آرد بنظرم طولانیه، فکر کنم تریلرش. بازی ببینیم چطور. اصل کار بازیه. آقا اینجا شخصیت داریم. من طبق چیزایی که دیدم از شخصیت بازی، این شخصیت از همه بهتره و حالا شخصیت دیگه هم من خودم با این حال کردم و خب میگن این از نظر قابلیتاش خیلی بهتره. حالا این برش میداریم. آینه میدونم گفت حالا بهتری جب نگیرن. اوکی، این بازش میکنیم. بزن به خب داریم اینجا گان داریم. من خودم رو سعیقتش با شاتگان بیشتر حال میکنم. اینم که چوب بیسبال خفنمون، اینم دوست ندارم بندازمش راستش. واسه یه دونه از این چیزا بخرم، نشونه ها یکی تو اینا هم یکی بخریم و خب این عالیه. گان اینا چطور بریم و این بالا. من خودم با چوبه خیلی میتونیم بجای مثلا چوب کلتو برداریم، ولی من خودم با چوبه درجه سختی بازی هم گذاشتمش روی نورمال و خب کم آسون میزنه. اینا چرا نوازه کار شما اینجا همونجا شبه خیلی این چیه برشتم همچین بازی بد نیست بالا دارم خوشتن بودم، ولی این بازی قبلا خیلی باگ داشت، الان اوکیش کردم. یا همونجا میره اینجا زیاده بزنش. یا خدا اصل کنم چیز عجیبانی. ولی گرافیک بازی دوست داشته نیافتا رو زامبی ها خوب کار کردن. اینجا یه مشکل ما داریم، نشون خوبیه یه دفعه میفتره ایرادی گرفتم بازی به بوده. دست و کار خونی مالید. خب یه جلو تو روز مرگت بره. هموشون شبت بخیر. خیلی دارم وحشیانه احساس میکنم بازی میکنم. سکه پول چی شد؟ وحشی ها بودم، قارچی ها. خب آقا ببینیم دیگه چه خبره. اینجا فکر کنم از اینجا باید بریم پایین. ببینید بعضی جا باگ داره، مثلا یه دفعه اگه من اونجا دیدید یه دفعه مثلا پر شد عقب
یارم بازم باگ داره باش بازم کم شد. بنزین به چه کار میاد؟ صدا چیه؟ صدا ناجوری بود. سب الان میام این وری همون یا خدا چه شلوغ شده یا خدا. آقا زدیم پرشون کردیم. به من میگن دکستر زامبی کش. دکستر چیف زامبی کش، دکستر چیف زامبی کیلر. یا خدا باشه عصبانی میشه. باشه بابا سب کدام میام دارم سیرس میکنم. خب باید کدوم سمت بریم ازش کتابم خدا نکن بابا ترسیم دادش شفتاری پایین. این چیه اومدم بیارامونم سگن ها میزنم بینقب خب آقای هم کشتیمش. خدا بودش چی رو میزنی؟ این خدا چه هم میدرسه بیاییم بر آتیش گرفته داداش نبه تو آتیش رو حالا میسوزی. خدا این رایه اینا خیلی قوی نیستن برای جسه گندهشون با آدم جفت میکنه وقتی میان سمتت اصلا به نظرم قوی نیستن. عجیب صدا پیلیچ میدن یه راهی. چندش شما دنبال من نهید بگردین راه فروش این از این سن خودشی ها بیان قفل بازی باحالیه خدایی. به نظر من اگه یه جایی باید بکنم بازی همچین یک نواق شاید مسخره بشه شاید من شاید این دور کنم میشتن کجا باید خواهد چی؟ آها از اینجایی بالا یه جانا بیشتر باشن آنی درستان من میزن. این بالا بریم دیگه نبود بیا بعدی اینو بزن شروع به ایسبار گلده زامبی پشتن.
خب آقا بینجریم اون سمت بیاین بچه ها داداش اینجا با این هستا یا خدا بریم کنیم من اومدم بالا که داداش بزن دیگه تو چه غلطی میکنی اینجا به یارم دارم شیت تو با ما این تو هم شیپانی بابا راست خودم تو چی میگرم سیده آخوف نفر میاد کسی آسیب دیده آیا یا خدا اومد کنه از این رفت چیه سیده بامبه چیکار داریم چرکن باید کنیم تو دلشون زمانه است شاتگان واسه زامبی باشی خفن ها میزنی اصلا سرش میزه تو دست و پا شاتگان اصلا این شاتگان از این چیزان نیست سریع ریلودش میکنه خب بچه ها زامبی بریم اینجا باید بریم اون سمت بین نیازی به کیت و نداره تو دیدیم رو من ندیدمش بیا بالا رو باشون کنه بود بیان من دارم گندهش رو پر میکنم جمله رو گندهش رو پر میکنم چی گفتم بازه لاتیشو دارم پر میکنم گندهش رو پر میکنم آره خلاصه که ما گندهش رو داریم پر میکنیم یه جایی تو از این طول کیوری هم بودی بابا از اینجا باید اینجا فکر کنم باسا نیم چی توش یه شاتگانه یه سایی کمپیوتر کردم من دنبال این شاتگان بهترم چیه جبرک میکنم جسو بازی برمی داری آقا بیان بیا بابا اینو باید بکشیمش چیکارش کنیم تو با ما باش قصه خوردی ببینم ببندین در رو بس همون شد این هم از باس فایت میگن چی میگن همون اولیش خب بچه ها این بود از این بازی خفن زامبی باحال که دیدیم چجوری رفتیم زامبی ها رو پیلیچشون کردیم خلاصه اگه خوشتون اومد حتما دکمه لایک و
بزنید، دنبال کردن هم بزنید که من داشته باشید و زنگوله بغلش هم بزنید دیگه. همین دیگه، حرفی نمیمونه تا ویدیوی بعدی که اونم قرار خیلی زودتر آپلود بشه و ببینیم و با هم باشیم. فعلا خداحافظ.